یکی از دلایل بزرگی که باعث موفقیت آدم ها میشه، یا بهتر بگم یکی از فاکتورهایی که در همه آدم های موفق دیده میشه، داشتن اعتماد به نفس هستش. چه توی روابط کاری باشه، چه توی روابط اجتماعی باشه. و فقط میشه گفت من هیچ فرد موفقی رو ندیدم که اعتماد به نفس نداشته باشه و بتونه موفق باشه. امروز در رابطه همین موضوع صحبت خواهیم کرد. من یه چند تا سوالی خواهم پرسید که جوابشون شما رو به این خواهد رسوند که آیا شما آدمی هستید که اعتماد به نفس دارید یا نه از عدم اعتماد به نفس در زندگیتون متاسفانه رنج میبرید و شاید خودتون هم خبر ندارید. من رضا هستم از کانال یوتیوبی آدوالو در خدمتتون. خیلی ممنون میشم که کانال رو سابسکرایب بکنید، روی زنگوله کلیک بکنید تا از ویدیوهای بعدی هم خبردار بشید. یه سخن آخری هم دارم که خیلی تقریبا میشه گفت برای خودم هم مرتبط هستش، یعنی یه جورایی در نتیجه زندگی خودم یا اتفاقاتی که برای خودم در رابطه با اعتماد به نفس افتاده خواهم گفت. همونطور که گفتم امروز سوالاتی رو خواهیم پرسید که جواب این سوالات رو بهتر هستش حداقل در یه کاغذ کوچیک بنویسیم برای خودتون که بعد از اینکه ویدیو تمام شد با بررسی اونها بتونید شناخت کاملتری نسبت به خودتون و اعتماد به نفس خودتون پیدا بکنید. یک، خودتون رو کم ارزشتر از دیگران میدونین یا نه؟ همه انسان ها متفاوتن و خب اگه بودن انسان ها رو در یک مجموعه در نظر بگیریم و همه فاکتورها یکی باشه، جغرافیا یکی باشه، همه چیز یکی باشه، میشه اینها رو با هم مقایسه کرد. ولی اگه بدون در نظر گرفتن گذشته انسان ها و خودتون سعی میکنید که اونها رو با خودتون توی یک مسیری قرار بدید و با اونها خودتون رو مقایسه بکنید و نهایتاً به این قضیه هم فکر بکنید که من کم ارزشتر از اونها هستم به خاطر اینکه اونها موفقن یا هر دلیلی که توی مغز شما هستش، فقط به واسطه این مقایسه کردن به این نتیجه اگه میرسین که شما کم ارزشتر هستین، این نشانه عدم اعتماد به نفس شما به خودتون هستش. سوال دوم، موقعی که در مورد شما انتقادی میشه یا حرف زده میشه، حالا کاری نداریم مثلا درست یا غلط، به اون قسمتش نمیدیم، مثلا با جوابش کار نداریم، آیا تمام غمهای دنیا به قولی تو دلتون جمع میشه و از درون میخواین که گریه بکنین؟ آیا چه این اتفاقی برای شما میفته وقتی که کسی در رابطه با شما انتقاد میکنه، وقتی که در رابطه با شما کسی حرف بدی میزنه؟ افرادی که از عدم اعتماد به نفس رنج میبرن معمولا میتونن در مقابل انتقاد دیگران خیلی شکننده باشن. وقتی که کسی به شما حرفی بزنه یا طوری رفتار میکنید که انگار حرف انتقادی اونها در مورد شما درست هستش. فرض کن به شما اگه حرفی بزنه که حتی واقعیت نداشته باشه، واکنش شما اونقدر قوی هستش که طرف میتونه خیلی راحت از قیافه شما بفهمه که یک، ناراحت شدی، دو، اصلا نمیتونی در اون رابطه هیچ حرفی بزنی یا از خودت دفاع هم نگیم، بگی که نه اینطوری نیست یا هست، اصلا حرفی بزنی. اگه به این شکل هستی که انتقاد میتونه خیلی راحت تو رو بشکنه یا حرف بد، حتی انتقاد نباشه، طرف خیلی عمدی بگه و این باعث بشه که فکر بکنی که تو واقعا به اون چیزی که اون شخص میگه هستی یا در مورد تو داره اطلاق میکنه تو به اون شکل هستی، این نشون میده که از اعتماد به نفس کافی نداری. سومین مورد، اگه کسی در مورد شما یا رفتارهای شما اظهار لطف بکنه، اظهار علاقه بکنه، در مقابل طوری جواب میدید که انگار به اون شکل نیست. بذاریم مثال بزنم. مثلا من خیلی دیدم، مخصوصا بین ما ایرانی‌ها خیلی رواج داره این. مثلا میبینی از یه نفر تعریف میکنی، میگی که شام چقدر خوشمزه بود، خیلی خوب پخته بودی، یا میگی لباس چقدر خوبه، یا میگی که موهات چقدر خوب آرایش شده، یا اصلا میگی که نمیدونم چه سواد خوبی در این زمینه داری. اگه جزو این افراد هستید که قبول نمی کنید و نمیگید که خیلی ممنون که این نقطه رو دیدی، خودت خوب میبینی، و تشکر بکنی و قبول بکنی اون کامپلیمنت رو، اون حرف خوب رو در مورد خودت، عوضش میگی که نه بابا چیزی نپختم که مثلا همین جوری روی وقتم نداشتم، یا مثلا برگردی بگی که آره این پیراهن رو 10,000 تومان خریدم، یا نمیدونم بگی که آره این مو رو نمیدونم خودم زیاد دوست ندارم، یا چیزی که
نخوای قبولش بکنی ولی خوب باشه در مورد خودت، به این شکل اگه باشه، این نشون میده که به قولی باز اعتماد به نفس کاملی نسبت به خودت نداری. چهارمین سوال: اگه در محیط‌ها یا جاهایی که خارج از کنترل شما هستن برای انجام دادن یا نشون دادن خودتون کم میارید، ولی در جایی که امن هستید مثل خونه‌تون در مورد همون اعمال یا همون رفتارهایی که نتونستید انجام بدید خیال بافی میکنید یا تصور میکنید که کاش این کار انجام میدادید یا کاش این حرف رو میزدید، این نشون میده که شما به قولی عدم اعتماد به نفس دارید. مثلا اگه در یک بحثی در محیط کاریتون میدونید که حق هستید، حق با شما بوده و شما حرف خودتون رو نزدید، ولی در اون محیط کاریتون الان برگشتید خونه میگید که کاش مثلا به فلانی میگفتم که فلان چیز اینطوری بود، بعد دوباره فردا هم اگه برید که نمیگیرین حرف رو، این نشون میده که شما اعتماد به نفس ندارید به اون چیزی که خودتون باور دارید که حتی میتونه حق خودتون باشه، که این خیلی بد هستش. یعنی شاید در مورد همه اینها بخوایم یه نظر سنجی بکنیم تا الان، به نظر من چهارمیش از همه مهمتره. اگه شما حقی رو که نسبت به اون مطمئن هستید و اون حق مال شما هستش نسبت بهش شک دارید و بیرون از خونه، بیرون از جایی که به قولی بهش میگن کامفورت زون، به خارج از اون محیط امنی که دارین نمیتونید نسبت به اون احقاق حقتون اقدام بکنید و فقط در قالب و درون خودتون به اون فکر میکنید، این یه ذره خیلی نشون میده که از لحاظ اعتماد به نفس پایین هستین و این ضربه‌های زیادی رو هم میتونه از لحاظ اجتماعی بهتون بزنه، توی کارهاتون، توی روابطتون. خیلی باید روش کار کنیم. مورد پنجم: ارزش خودت رو خودت تعیین میکنی یا بر مبنای حرف دیگران هستش که ارزش خودت رو تعیین میکنی؟ افرادی که مشکل اعتماد به نفس دارن معمولا برای خودشون یه معیار و ارزش و سنجش درونی ندارن. یعنی مثلا من وقتی که فکر میکنم به کارهای یک سال گذاشتم میگم که اوکی مثلا اینجا خیلی خوب بود، اینجا بهتر شدم، اینجا یه ذره باید بیشتر کار میکردم. یعنی خودم رو ایوالوییت میکنم، خودم به خودم ارزش گذاری میکنم و نشون میدم که کجا قرار دارم. آیا شما جزو این افراد هستین یا نه؟ بیشتر اجازه میدین که افرادی که در خارج از زندگی شما هستن، خارج از گروه خویشاوندی یا خارج از اون افرادی هستن که این حد رو ندارن که در مورد شما ارزش گذاری بکنن، حتی حرف بزنن، بر مبنای حرف اونها برای خودتون یک ارزشی رو، یک به قولی معیاری رو قرار میدین، اون نشون از ضعف اعتماد به نفس شما داره. شماره 6: در برقراری ارتباط با افراد جدید و پیدا کردن دوستای جدید مشکل داری. یعنی نمیتونی با آدمای جدید رابطه بگیری، نمیتونی با آدمای جدید حرف بزنی. اینم از کجا ناشی میشه؟ عدم پسندیده شدن، یعنی احتمال میدی که پسندیده نشی، عدم مقبولیت در گروه، عدم اعتماد به دانش یا علمی که خودت داری در مجموع شاید صحبت بشه در رابطه با اون، و در نهایت عدم اعتماد به نفس هستش که تو رو به اونجا میرسونه که نتونی با افراد دیگه رابطه رو راحت‌تر بگیری یا دوستای جدیدی رو به قولی پیدا بکنی. و سخن آخر خیلی مهم هستش. من خیلی خودم رو گاهی وقتا سعی میکنم با آدمایی که خیلی گنده تر از خودم هستن در موفقیت مقایسه بکنم. خوبه یا بد؟ شاید خوب باشه که به آدم انرژی بده به اونجا برسه، ولی بد بودنش اینه که هیچ وقت زندگی خودت رو که در بخش اول یک کتابی نوشته شده با بخش 6 جلد 7 یک نفر در زندگی اون مقایسه نکن. زندگی آدم ها با هم دیگه فرق داره، لحظه به لحظهش، نسخه به نسخهش، خط به خطش، همه چیزش. از خانواده‌ای که اومدین، از پشتیبانی‌هایی که داشتین، از تربیت‌هایی که دیدین، از جوامعی که حکومت کردن بهتون، از جاهایی که درس خوندین، از جاهایی که گذشتین، همه اینا نهایتاً شما رو از شما یک فرد میسازه که الان هستین. پس شما نمیتونید
زندگی خودتون رو که در بخش اول کتاب نخست یک موضوع قرار داره با زندگی یک نفر که در جلد 5 6 چاپ 9 فرض کن یک کتاب تو بخش 7 وجود داره مقایسه بکنی. خودت رو با خودت مقایسه کن، خودت رو در زمان با خودت مقایسه کن. بگو رضای سال گذشته با رضای امروز چه فرقی داره، رضای امروز با سال آینده باید چه فرقی داشته باشه. امیدوارم که ویدیو مفید بوده باشه. ازتون ممنونم که لایک کردیم. توی ویدیوی قبلی لایک های ذره رفت بالا، ما رو امیدوار کردیم به این که ما هم به قولی وقتی که حرفی میزنیم میشنوید. خیلی ممنون که گوش دادین تا الان. اگه ارزش گوش دادن داشت باز لایک بکنید، ویدیو رو با 1 نفر 2 نفر از دوستانتون از اقوامتون به اشتراک بذارید و اگه کامنتی بود که فکر میکنید من بخونم حال میکنم باهاش جواب میدم بهش، حتما کامنت بذارید. و نهایتا اینکه اگه سابسکرایب نکرده بودید دوباره سابسکرایب بکنید، روی زنگوله کلیک بکنید تا از ویدیوهای بعدی هم خبردار بشید. دوستتون دارم. تا یه ویدیوی دیگه، خرد یارتون. برای تماشای مطالب جدید لطفاً بر روی یکی از ویدیوهای روبرو کلیک کنید. برای باخبر شدن از آخرین ویدیوهای ما کانال ما را فالو کنید.